عمل به وعده‌ها در شرایط تحریم. توسعه صنعت نفت به صورت همه جانبه متوازن و پایدار، حمایت از ساخت داخل، استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، پیگیری گازرسانی به روستاها، توجه جدی به مسئولیت اجتماعی به خصوص در مناطق محروم و کم برخوردار. توسعه رونق صنعت نفت از تولید ایرانی تا رکورد شکنی صادرات نفت. وزارت نفت دولت 13 که از 3 شهریور ماه 1400 استقرار یافت، همه هم و غم خود را برای اجرایی شدن اهداف برنامه ریزی شده به کار بست. اکنون پس از گذشت 2 سال شاهد عمل به وعده‌های وزارت نفت دولت 13 هستیم. از احیای دیپلماسی انرژی، فعال کردن شرکت‌های دانش بنیان و توانمند داخلی و توسعه پتروپالایشگاه‌ها تا شتاب بخشی به گازرسانی مناطق کم برخوردار. توسعه همکاری با شرکت‌های دانش بنیان. وزارت نفت به منظور تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب و دانشی شدن صنعت نفت گام‌های گسترده‌ای را انجام داده است. حضور بیش از 550 شرکت دانش بنیان در صنعت نفت را می‌توان جهش بزرگی در این زمینه برشمرد که اشتغالزایی گسترده‌ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای کارکنان و همکاران این شرکت‌ها به دنبال دارد. گازرسانی پایدار در زمستان. شرکت ملی گاز ایران توانست زمستان 2 سال گذشته را با گازرسانی پایدار به مشترکان گاز خانگی و تجاری طی کند. این در حالی بوده که مصرف گاز این بخش در روزهای حتی از مرز 700 میلیون متر مکعب در روز هم عبور کرد. اما گاز گرمابخش خانه‌های هموطنان بود. افتتاح ایرانی ترین پالایشگاه گازی پارس جنوبی. بهره برداری از فاز 14 پارس جنوبی از سوی رئیس جمهور در اسفند ماه سال 1401 یکی از مهمترین اقدامات وزارت نفت در 2 سال گذشته بود. با تامین 70% تجهیزات ساخت این پالایشگاه از سوی شرکت‌های توانمند ایرانی و طراحی و اجرای 100% آن از سوی متخصصان کشور، ایرانی ترین پالایشگاه که آخرین پالایشگاه پارس جنوبی نیز بود به ثمر نشست. اجرای این مگا پروژه ایرانی اشتغال بیش از 8500 نفر را به صورت مستقیم در طول دوره ساخت به همراه داشت. آغاز طرح توسعه و تثبیت تولید ظرفیت پالایشگاه آبادان. توسعه پالایشگاه آبادان علاوه بر آنکه تثبیت تولید پالایشگاه و افزایش ظرفیت پالایشی کشور را به دنبال دارد، با امضای 321 قرارداد با 102 سازنده داخلی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز می‌توانند اشتغال بسیاری را برای کشور به ارمغان آورد. احداث بزرگترین واحدهای تقطیر، بلندترین کوره یکپارچه نفت خام با ارتفاع 70 متر، بزرگترین واحد هیدروکراکر و مرتفعترین مشعل پالایشگاهی کشور با ارتفاع 127 متر از دستاوردها و رکوردهای این پروژه به شمار می‌آید. دیپلماسی انرژی افتخار وزارت نفت دولت 13. وزارت نفت تعامل سازنده با کشورهای منطقه را به جای رقابت بازدارنده سرلوحه فعالیت خود قرار داد. تعامل با کشورهای از جمله روسیه، عراق، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، کشورهای آمریکای لاتین، چین، عمان، تاجیکستان و ژاپن به منظور موضوعاتی از جمله احیای سواپ گازی، افزایش صادرات گاز، تسهیل وصول درآمدهای صادراتی، راه‌اندازی دفتر نمایندگی وزارت نفت در کشورهای همسایه، افزایش تجارت فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، تهاتر گاز با برق، تحقق آرزوی دیرینه پالایش فراسرزمین را میتوان از نتایج این دیپلماسی فعال برشمرد. مسئولیت اجتماعی. از ابتدای روی کار آمدن جواد اوجی در تمام سفرهای استانی نگاه ویژه به بخش مسئولیت‌های اجتماعی در دیدار با مردم کاملا محسوس بود. تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره دولت قبل در حوزه مسئولیت اجتماعی موضوعی بود که با جدیت دنبال شد. این موضوع منجر به افزایش 260% منابع مالی مربوط به این طرح‌ها شد تا معیشت جوامع اطراف صنعت نفت نیز همگام با توسعه طرح‌ها ارتقا یابد. افزایش صادرات و وصول درآمدهای صادراتی. وزارت نفت دولت 13 با تکیه بر دیپلماسی انرژی بخش بزرگی از درآمدهای محقق نشده در دولت‌های قبل را زنده کرد.
به گونه‌ای که به اذعان مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درآمدهای وزارت نفت در این 2 سال جهش خیره‌کننده‌ای داشت و با افزایش وصول درآمدها نسبت به سالهای گذشته دولت 13 توانست رکورد صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور از سال 1397 تا کنون را بشکند. بر اساس آمار ثبت شده درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی 40% افزایش داشته و این در حالی است که حجم صادرات گاز طبیعی کشور نیز افزایش 22% داشته است. تحقق آرزوی جمع‌آوری گازهای مشعل. موضوع جمع‌آوری گازهای مشعل پالایشگاه‌های گازی همواره از دغدغه‌های دولت‌های مختلف بوده است. دولت 13 توانست این شاخص را بیش از 30% بهبود ببخشد و در جمع‌آوری گازهای همراه نفت نیز تحقق افزایش 19.5% میزان جمع‌آوری این گازها را در کارنامه خود ثبت کند. افتتاح پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس MGL 3200. فاز نخست طرح پالایش گاز هویزه خلیج فارس، کارخانه گاز و گاز مایع 3200 با سرمایه‌گذاری 1 میلیارد و 338 میلیون دلار ارزی و 221 میلیارد تومان 8 اردیبهشت ماه 1402 با حضور رئیس جمهوری و وزیر نفت به بهره برداری رسید. با بهره برداری کامل طرح پالایش گاز هویزه خلیج فارس در هر 2 فاز همه گازهای همراه نفت میدانهای غرب کارون به طور 100% جمع‌آوری می‌شود. این طرح پس از تکمیل برای 1000 تا 1200 نفر به طور مستقیم و حدود 6 تا 7000 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی خواهد داشت. بهره برداری از پتروشیمی گچساران، ایرانی ترین اولفین کشور. طرح اولفین پتروشیمی گچساران با سرمایه‌گذاری حدود 1.3 میلیارد یورویی و ظرفیت تولید سالانه 1 میلیون تن اتیلن و 84,000 تن C3+ به فرمان رئیس جمهوری به بهره برداری رسید. بیش از 83% تجهیزات این پروژه ساخت داخل است و صرفه‌جویی 269 میلیون یورویی را به ارمغان داشته و 33 میلیون یورو تجهیزات حساس و هایتک برای نخستین بار داخلی سازی شده است. از این رو از پتروشیمی گچساران به عنوان ایرانی ترین اولفین کشور نام برده می شود. این طرح در زمان ساخت برای بیش از 3000 نفر و در زمان بهره برداری برای حدود 1000 نفر به طور مستقیم و تا 3 برابر به طور غیر مستقیم اشتغال زایی دارد. توسعه فاز 11 بعد از 20 سال تعلل. نخستین سکوی فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی بعد از 20 سال تعلل 7 تیر ماه 1402 با موفقیت در موقعیت خود نصب شد تا با تدبیر دولت 13 تولید حداکثری گاز از این میدان مشترک 3 سال زودتر انجام شود. در فاز اولیه برداشت از این میدان تولید گاز به 15 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید. با تکمیل این روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز، 50,000 بشکه میعانات گازی و 750 تن گوگرد در روز تولید خواهد کرد. تخمین زده می شود این پروژه تا 10,000 شغل ایجاد کند و 20 میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه داشته باشد. آغاز عملیات اجرایی طرح ذخیره‌سازی میدان گازی مختار. عملیات اجرایی مرحله نخست طرح ذخیره‌سازی میدان گازی مختار در استان کهگیلویه و بویراحمد 26 تیر ماه 1402 در جریان سفر رئیس جمهوری به این استان آغاز شد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده این طرح در 2 مرحله اجرا و با توسعه این میدان افزوده می شود. این پروژه به منظور کمک به حل مسئله ناترازی فصلی گاز و تقویت شبکه گاز کشور طراحی شده. روزانه 10 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور خواهد افزود. اعتبار در نظر گرفته شده این پروژه 440 میلیون یورو است. قرارداد توسعه یکپارچه میدان نفتی آزادگان. توسعه میدان نفتی آزادگان که سالهای متمادی توسعه آن به تأخیر افتاده بود، با اقدام جهادی و برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در دولت 13 جانی دوباره گرفت. با آغاز این عملیات، آرزوی دیرینه همکاری بانک‌های ایرانی در توسعه این میدان مشترک مهم کشور و کنسرسیوم متشکل از بانک‌ها و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی قرار است سرمایه 7 میلیارد دلاری این طرح را تأمین کند. توسعه این میدان با استفاده از شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور، می‌تواند اشتغال جوانان توانمند ایرانی را به دنبال داشته باشد.